آیفون نام تلفن همراه بسیار هوشمند و شگفت‌انگیزیه که اولین بار در 9 ژانویه سال 2007 توسط کمپانی اپل به دنیا و علاقه‌مندان تکنولوژی معرفی شد. با ورود آیفون به دنیای تکنولوژی به یک بار تمامی رکوردها شکسته شد. در هفته آغازین بیش از 500,000 آیفون به فروش رفت و طی هفته‌های بعد رکورد فروش در عرصه محصولات دیجیتال رو به خود اختصاص داد و تا امروز این رکورد همچنان متعلق به کمپانی اپل باقی مانده. پس از آن نمونه‌های جدیدتری به نام آیفون 3G و آیفون 3GS روانه بازار شد که نمونه‌های کاملتر و پیشرفته‌تر از نمونه‌های اولیه بود و به همین ترتیب روند رو به رشد آیفون خیلی سریع پیش رفت تا به امروز که آیفون 4 جدیدترین مدل از این تلفن همراه است و با جرأت میشه گفت که یکی از موفق‌ترین محصولات کمپانی اپل تا به امروزه. همونطور که میدونید اپل گوشی آیفون رو با دو روش کلی قراردادی و غیر قراردادی یا به اصطلاح فکتوری آنلاک به بازار عرضه میکند. در روش قراردادی برخی از شرکت‌های اپراتور تلفن همراه طرف قرارداد با شرکت اپل گوشی‌های آیفون رو با قیمتی مشخص همراه با یک قرارداد سالانه به مشتریان خودشون عرضه میکنند. اما اگر شما از سیم کارت‌های اپراتورهای طرف قرارداد با اپل استفاده نمی‌کنید، ناگزیر بایستی گوشی‌های غیر قراردادی یا فکتوری آنلاک رو البته با قیمتی بالاتر خریداری کنید. این تلفن همراه از فناوری پیشرفته به گونه افسانه‌ای بهره میبره. میشه به پردازنده بسیار قدرتمند و سریع A4 اشاره کرد که پیش از این پردازنده A4 در آیپد محصول دیگر کمپانی اپل به کار رفته بود که از سرعت و پردازش بسیار بالایی برخوردار. با وجود سیستم عامل iOS 4 بر روی آیفون 4 و قابلیت مالتی تاسکینگ شما قادر خواهید بود به آسانی از برنامه‌ای به برنامه دیگر گذر کنید و به طور همزمان از برنامه‌های کاربردی متنوع اون به آسونی استفاده کنید. در حال حاضر بیش از 10,000 برنامه کاربردی متفاوت در زمینه‌های مختلف در فروشگاه اپ استور کمپانی اپل برای عرضه موجودند، به طوری که شما میتونید تلفن همراه خود رو همونطور که دوست دارید بهینه‌سازی و مورد استفاده قرار بدید. شاید بشه گفت بارزترین تفاوت و ویژگی آیفون 4 با نمونه‌های قبلی طراحی منحصر به فرد اونه که وقتی در دست قرار میگیره بسیار راحته و از اینکه اون رو در دست دارید احساس بسیار خوبی خواهید داشت. آیفون 4 به وضوح از آیفون 3GS باریک‌تره ولی وزن اون به 136 گرم افزایش یافته که این مسئله باعث شده این دستگاه نسبت به مدل‌های قبلی کمی چگالتر به نظر برسه. آیفون 4 از 3 قسمت بسیار مهم تشکیل شده، 2 قسمت شیشه‌ای، صیقلی و براق و حفاظی از فولاد مقاوم که کناره‌ها بالا و پایین اون رو در بر میگیره. دکمه‌های کنترل صدا در کناره سمت چپ به همراه دکمه میوت و شیار میکروسیم در کناره سمت راست قرار گرفته. این بار برای آیفون 4 دوربین جدید VGA در جلوی اون برای برقراری تماس‌های تصویری تعبیه شده و دوربین پشتی اون از 3 مگاپیکسل به 5 مگاپیکسل ارتقا یافته. اما باید گفت که هنوز دوربین‌های تعبیه شده بر روی آیفون 4 به رغم بهبودی که داشته نسبت به رقبای جدید رزولوشن یا به اصطلاح مگاپیکسل کمتری دارد. به طوری که کمپانی اپل برای توضیح این موضوع این گونه بیان کرده که کیفیت واقعی دوربین صرفاً با افزایش مگاپیکسل افزایش نمی‌یابد، بلکه شدیداً وابسته به میزان فوتون‌های دریافتی نیز هست که از این نظر آیفون 4 چیزی از رقبای خود کم نداره. با این حال به نظر ما کیفیت و وضوح عکس‌های گرفته شده توسط دوربین آیفون 4 کیفیت مطلوبی داره و با توجه به نرم افزارهای بسیار پیشرفته‌ای که برای کار بیشتر بر روی عکس‌ها وجود داره نظر هر کاربری رو به خودش جلب میکنه. آیفون 4 از نمایشگر کاملا نوین بهره برده. نمایشگر صفحه 3.5 اینچی با نور پس‌زمینی LED و رزولوشن فوق‌العاده بالای 960 در 640 پیکسل که اپل اون رو با نام رتینا میشناسه. این نمایشگر دارای تراکم پیکسلی معادل 326 نقطه در هر اینچ می باشه که میشه گفت این نمایشگر نسبت به تمامی نمایشگرهایی که تاکنون دیدیم با کیفیت تر است، به طوری که استیو جابز در مورد این نمایشگر ادعا کرده که کیفیت اون به کیفیتی که چشم انسان با اون اشیا رو مشاهده میکنه میرسه. فقط ظاهر این دستگاه نیست که دستخوش تغییرات شده، بلکه با طراحی نوین و صنعتی صورت گرفته امکان جایگیری باتری لیتیومی بزرگتری رو فراهم کرده که به ما امکان استفاده از زمان شارژدهی بیشتر رو میده. اما در مورد حافظه داخلی آیفون 4 تغییری صورت نگرفته و همانند نمونه قبلی خود دارای 16 و یا 32 گیگابایت حافظه داخلی است. گرچه به نظر حافظه زیادی برای یک تلفن همراه است، اما با دارا بودن قابلیت ضبط ویدیویی با کیفیت HD احتمالاً زودتر از انتظار پر خواهد شد.
در ادامه تغییرات درونی آیفون میشه به گوشی و اسپیکرهای اون اشاره کرد که وضوح و کیفیت اون بسیار بیشتر شده، به طوری که در مکانهای پر سر و صدا هم میتونیم صدای اون رو به راحتی و با کیفیت بسیار خوبی بشنویم. شاید یکی از مهمترین دلایل موفقیت و محبوب بودن محصولات اپل از جمله آیفون وجود آرشیو کاملی از ده‌ها هزار نرم افزار کاربردی توسعه یافته برای این محصولات است. نرم افزارهایی که نیازهای اغلب کاربران رو تا حد قابل توجهی پوشش میده. به وسیله آیپاد شما میتونید موزیک مورد علاقه خود رو با کیفیت بسیار بالایی گوش کنید و یا توسط آیمووی میتونید فیلم‌های مورد علاقه خود رو تماشا و یا تدوین کنید. توسط برنامه سافاری شما میتونید به جستجو و گردش در اینترنت بپردازید و لذت گشت و گذار در اینترنت رو به گونه دیگر تجربه کنید. با وجود برنامه میل شما میتونید ایمیل های خود رو به آسونی به طور روزانه بررسی کنید. اسکایپ و فیس تایم شما توسط هر یک از این برنامه ها میتونید با عزیزان خودتون در هر کجای دنیا تماس تصویری برقرار کنید. با اینکه تمامی اجزای تشکیل دهنده آیفون جای تعریف و تحسین از این پدیده بی‌نظیر رو داراست، اما کمبودهای جزئی هم حس میشه که اگه این کمبودها وجود نداشت دیگه هیچ جای حرفی باقی نمیموند. با این حال واقعیت اینه که ویژگی‌های خوب و بی‌نظیر آیفون 4 به قدری زیاده که اگه کمبودی هم وجود داشته باشه احساس نمیشه. در نهایت با یک جنبندی خیلی ساده میشه گفت که آیفون 4 با تغییراتی که در اون صورت گرفته یک انتخاب بسیار ایدئال برای علاقه‌مندان به تکنولوژی است، اما شاید برای کاربران غیر حرفه‌ای و کاربرد یک تلفن همراه ساده کمی گران قیمت به نظر بیاد.